اکای ممدو بیدار شو. آقای رفت برگشته است. چی گپ است؟ باز چی داد بزنی حیوان برین؟ اکا از آن طرف قیل آوردم. چه ها میگویی؟ قیلی چی است؟ اکا شب گذشته در بیخ پایای آقای رفت بیدار شدم. باز در عربه معیوبان بود. امیر این خواب نیست، حقیقت است گفتم. پدر جان گفته با بهانه پایایش آغوش کردن از پایش قیل کندم. بعد با کیسم گذاشتم. بین در بیدار شویم این قیلا در کیسم است. این قیل آقای رفت است. ابله چی بهوده گپ میزنی؟ از خوابت باز قیل آوردی؟ اکا خواب نبود، حقیقی بود میگویم. من حقیقتی تو رو لعنتی تماما از عقل بگونه شدی. انیق آن مرده رو هم تو گرفته بودی همین خیلی؟ به نزدیکی تو به ما هجوم میکنی. این قیل رو از پایت کندی. نه اکا از من نمیگویم، از آقای اینجا رفت چی گپ است. است؟ کیف صفایی سحری میکنید؟ رفتیم آخر از سبتای کامرا آن آدم پس رو یابید. اختیار آقای رفت زنده. امیر بیزار کردی پس است آخر او وای آدم مرده رفت آرام گذار روحش رو. لیکن مرا آرام نمیگذارد. شب به خوابم در آمد آخر. این چی میگوید اکای ممدو؟ درست میگوید. باز آقای رفت رو خواب دیده است. باز از پایش یک قیل آورده است. توبه. واه تو تماما اخلاق رو خوردی انیل. تو را در برمان گرداندن خطرناک است. چیکار کردنت معلوم نیست؟ راست میگویی بختیار. انیق به زنجیر میبستگی حیوان برین شده است. از خوابش باز قیل میآورده. با خدا که راست میگویم. دروغ قسم نخور. باور نکنید سنجشی دینکا میگذرانیم. کارهای دیوانه رو بین. باز قیلهای از خوابش کندهش رو سنجشی دینکا میگذراند. تو اول رگهای سرت رو تبابت کن. این معاینه تو رو بسیار نمیگرداند. ما برای دیدن ثبت‌های کامرا میرویم. تو چی کاره میکنی کردنگیر حیوان؟ از این گفته هایتان پشیمون میشوید. بس از بیزار کردی ما چی در داریم تو در فکری چی؟ بیا اکای ممدو تیار شو رفتیم. اکای ممدو؟ چی اکای ممدو؟ رو از اینجا دف شو. رو گفتم بی تربیه. توبه استغفرالله. من از آقای رفت بودن این قیل رو چگونه اثبات میکنم؟ از مایی طاهر قیل میکنم. خیر حالا این نمونه ها موافق بیاد من به شما نشان میدیم کی با عقل است کی دیوانه. گوش کن اکای ممدو، شوخی رو یک طرف مانید و این انیل رو نزدی روانشناس برید. احوالش خوب نیست؟ با بردن میبرم بختیار، لیکن کی برم؟ یک لحظه خالی نمیشویم کو؟ یعنی کمتری دیگر درمانی تبابتش غیری امکان شدنش ممکن. امروز از آن طرف قیل آورده است. کی میداند پگاه تو رو با آن طرف بردنش ممکن؟ برای چی این بچه این خیل شده است هیچ نفهمیدم. خیر اول این تهدیدگر رو یافته کارش رو حل کنیم، بعد با انیل مشغول میشویم. خیر میلش. با اون سروخه میروم. بدنم که اینقدر عصبانی کرده باشه میفهمم. سلام علیکم امکی ایگمه. علیکم سلام. رمضان کجا گم شد نیامده؟ از دیروز باز نیست. من هم وای رو فکر دارم. یعنی نه یگان ورقی نوشته نه یگان خبر. شدی بک باز بسر رمضان یگان چی نامده باشد. باز فاتی دیونه با این بچه یگان کار نکند. این فاتش که برای چی بر رمضان یگان کار کنه؟ امکی ایگمه تشویش نکش، آروم باش. ممکن به گفتن برادرش رفته باشد. من یک بینم خبردار شوم و تو خبر میرسونم. تو آروم باش. تو شین. نوران برای چی تو در نزد امکی حکمت فوت میگویی؟ لیکن اگر در حقیقت فوت یگان کار کرده باشه چی؟ یا اینکه دیوانه قصد رمضان رو کرده باشه تو چی؟ زیر نشم. من رفتم میبینم حل میکنم. نه نمیشود. من هم میآیم. در دو حیات نمیشود. من خودم تنها میروم. در خانه شید لازم شود من پلیس رو خبر میدیم. شدی بک اگر با تو باری دیگر چیزی شود من طاقت کرده نمیتوانم. خودت رو بسیار احتیاط کن میلش. تو وقتی به من میگویی خودت رو احتیاط کن کو، به من نه تیر تاثیر میکنه نه راکت.
خیر واسه خنک نخیری. انیخت از من میشرسم. در کجا باشد این کودک؟ طاهر؟ حجرهش رو یک بینم. نه در حجرهش هم نیست. یک علم رو پرسم. علم؟ علم؟ باز هم تو وای من چی عذر پرسی آمدی؟ نه طاهر رو میگفتم. پوپسیکی فلاس چی کار داری در حجره من؟ چی کار داری در حجره من؟ برا زود داد نزن داد نزن برایم نزن در برا گفتم برا دست نزن کم شو از اینجا این فلاس ایستا نزن بیرناموس دف شو میروم گم شو وای چی گپ است در اینجا؟ این چه احوال است دخترم؟ وای خانم وای باز به حجره من در اومده است. وای پیسرم تو دیوانه شده ای دیوانه. بریفت میگویم تو را در حال از اینجا دفع میکنم. لیکن خانم بیرون برو گپ نزن بیشرم. دخترم اگر تو نمیخواستی این مرد به تو نزدیک نمیشد. خودت را به ترتیب درآور. این آدم به خانه هم زده در آمد. در بیرون چی کار میکنید کردن گیرید یا اینکه به حجره وی روید. پوپسیکی فلاس دایم از پسی تو گپ میشنوم. از طاهر نمونه هم گرفته نتوانستم گپی شنیده اما فایده ماند. طاهر جان خیلی طاهر جان من باید موی سر شنانم. موی های تو بسیار زیبا از موی نمونه گیره می شود گرفتم. رحمت شما مرا دیوانه میگویید لیکن کوبین بعدی سنجش دیگه که شما عقلتون رو نگاه داشته میتوانید. اکا این شما را دیدن میخواهد. تو برو حسن. تو یک دوستی حقیقی بوده شادی بیک. دوستی روزهای بدم. از کجا فهمیدی در تاریکی ها بودنی من؟ ها؟ کنیشین اکا من اصلا گذاشتشین. فهمیدم من تو را. فهمیدم تنها دوستانی حقیقی حس میکنن این درد دل دوست را. اکا با اون گپ شده چی افتاد ایت خنک شده مزد نیست؟ گفته درست برآمد شادی بیک. غلبم مغلوبیتم شد. با ناخونهایم کنده برآمدگی تا قوله و این قوله غار شده مرا فرو برد. مشکل است البته مشکل. چیکار کنیم؟ شادی بیک من در این دنیا با سلاح از پیشم میبرآمدگی رو میپرانم. لیکن چیکار کنم که دردی کشاده دوست داشتت محکم نمیشود؟ اکا نمیشه یکم عروس دیگه بیایی؟ برای کسی را دوست داشتن در دل جا در کار است. میفهمی؟ دهانی تو چی میگوید؟ برای آدمی که دوست میدارد یک خودش است و باز دوست داشتهش. اکا اهمیت نده. به گذشت وقت فراموش میکنی. مثل گفته یک عالم مشهور حاضر. این عالم به خاطرم نامد. میگوید یعنی وقت علاج داروی همه چیزها است. تو درباره کدام وقت گپ زده ایستاده شادی بیک؟ من به همه سحرگاهم عشق عزیزه رو وعده کردم. بیوی بیدار شدگی هر صبح از خودم قرضدار میشوم. میفهمی؟ اگر در این حیات بی عزیز مانم این حیاتی پست رو گرفتم میپرتایم و این نباشد من هم نیستم.
برای من بی عزیز ماندن با چوخوری های سیاه در آمدن آنجا نیست شدن معنا دارد. این رو میفهمی شادی بیگ؟ اکا میبخشی و چقری سیاه گفته یعنی چی خیل؟ حاضر وقتی نقل کردن دا اکا در درون میشه چقری سیاه گفتی که یعنی اختر از چی گفتی نفهمیدم. ای برای خدا نادرست نفهم اکا. چی رو نادرست نفهمیده بوده من؟ چقری سیاه را اکا در درونش چقری سیاه. تو چوخوری سیاه چی است نمیدونی؟ نه میدونم و راستی گپ حاضر فراموش کردم. ای بچه در کیهان چوخوری سیاه هست که در برای اونها گپ زدم. قوه کشیششون معظم است. همه چیز رو فرو برده و نیست میکنند. در کائنات بودگی سیاره ها و حتی ستاره ها را ماده، روشنایی، قوه کشش یگان چیز در داخل چوخوری های سیاه زندگی کردن نمیتواند. حتی وقت نیست میشود. در جای نبودگی وقت صبر هم نمی شود. تو درباره صبر کردن گپ میزنی کو؟ انا بر روی من به عزیز ماندن در داخلی چوخوری های سیاه نیست شدن است. تو درباره صبری چی گپ میزنی شدی به؟ بچه اکه فواد عیبه بخدا گیره نکن. هیچ گپ نداره خیلی کن بعد حاضر با مرور زمان میرسی. آنه من ایدوی نوران دویدم با مرورم رسیدم. هیچ گپ نه روز نمیشود که تو هم با مرورت میرسی. گیره نکن اکه جانم شوی قربانت شم. از تو گیره نکن هم گیره میکنم. اکا خواستی این رو گرفته سنید مرا گیریاند. یک دقیقه ایس حال نبیا. اکا التیماس من ترا گیرو نکردم. تو خودت کم چقری سیاه گفتی گیره این رو تو گیره کردنش زنید. اکا به این هم من گیره کرده ایستادم. چی در کاره آخی منم بزنی؟ من یاره دارم اکا. ای برای خدای خیلی نکنه. وقتی که ساز شدم با فایزش بزنی. تو هم خوب که تیر خورده ای. دائم و جانت رو خلاص میکنی. منش سردیت رواد. رحمت بخشش اکا بخشش ما یک رفیق داریم و نامش رمضان. یک بار تو و با جای بختیار گفته قپیده بوده که اینم را اکا که با نقپیده باشی اگر قپیده باشی هم را سر میدادی اکا جان. التماس صغیره اکا. نمیشناسم آخر شخص را. گم نیست. تو میشناسی رمضان را؟ چی شد دخترم؟ اویدی کودک یگان مشکلات داری؟ نه لطیفه خانم کودک خوب است. این دیگر چیز است. گپ زن کنی دخترم چی شد؟ لطیفه خانم من بسیار یک چیزی بد رو فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ عزیزه و فواد یک جای بودند. این خدا چی گپ چخل یک جویا؟ میفهمید که در بینشون حالا هم علاقه عشق است. نه خود که باری اول شنیدم من هم باور نکردم اما متاسفانه درست است. کشاده بینید. پسر
نتیجه ها رو که میگیرم. بعد از یک چند ساعت نتیجه ها رو میگیرید. من انتظار میشم. مایلش. خدایا تو مرا خلاص کن از اینجا. خلاص کن خداوندا. خلاص کن از دست این دیوانه. بله این دعای آخرین تو می شود. آقا شادی بیگ به خانه شما آمده است. این آدم رو میکوبد. روید نوران را با شادی بیگ بیارید به من زودتر. خوب شده است. акай мемду мо ҳамаи қайдҳои камераи ҳабсхона дидем. ҳамин хел не ака? о чӣ хел намешавад? нафаҳмидам чӣ хел намешавад? лаҳза ба лаҳза дидем. ҳамин хел нест? дар ин ҳабсхона нафаре ки ба корман мактуб додааст бояд ёбем ака, ҳатман ёбем. аз куҷо меёбем вай аблаҳро? он одам мисли шапарак аст. аз куҷояш қапем дар дастамон мемонад? алло, дар куҷо ҳасти каладам? чӣ кор карда истодаӣ? намунаҳоро додам, интизорам. фақат туро аз беморхона ҷамъ карданамон намондааст. суроғаро фирисон ҳозир меоям. ин беақл ҷиддӣ ба лаборатория рафтааст. бахтиёр зуд рафта иро гирем ки қасам мехӯрам ба сарамон боз ягон бало меорад. ана бин, ман ба ту ин хуб нест гуфтам? ана дидӣ? ин дар хобаш намунаро гирифтааст, рост давида озмоишгоҳ рафтааст. инҳоро рост дар беморхона маҳкам мекунанд. тамом ва салом. ман бе ин ҳама онро гирифта рост ба касалхонаи рӯҳӣ мебарам. дар бадам задааст лаънатӣ. рафтем. девона аст чӣ аст? همینجا باشد. معلوم می شود که پدرم پیش از پرونده شدنش به اینجا اومد. در اینجا چی کار داشت عجبا؟ یگان کس هست؟ بچه نگاه کن. خزه کلادم میره. برآمد، نتیجه برآمد. بختیار از طاهر و رفت گرفتگی نمونه مویها رو برای سنجش دادم. نتیجهش رو انتظارم. باشه تو در حقیقت اخلاق رو گم کرده ای؟ تو در حقیقت از رفت شکر بودن این خیله ها رو باور داری؟ نمونه ها رو دادم انتظار شویم؟ من انتظاری خشک و خالی تو رو کوب لعنتی. این کاری کردگت رو بین. رفتم. به یگان جا نمیروم. خفایست گفتم. خفایست. خفایست. نوران با خفا راو گفتم. چی کار کردید با آنها؟ نوران التماس به خود بیا. نوران هوشیار شو. شادی بیگ برادرم، شادی بیگ کنی بیدار شو. به خود بیا شادی بیگ. چی کار کردید ها؟ ترسیدی؟ چی کار کردید ها؟ نترس. بیهوش شدگیم. کمتر بعد با یکی از شما بازی را آغاز میکنم. دمت را، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
شادی برادرم نوران بیدار شو نوران به خود بیا نوران شادی بیگ بیدار شو کی را میکافتی دخترم؟ در این خونه کسی نیست؟ انا من هستم. اونجا هم خونه من. تو دوگانه نازنینی؟ نه، من در اصل شما رو میگفتم. اگر اجازه دید یک چند سوال میپرسیدم. درباره چی؟ ایتکین یوز هست کو؟ رفیق پسرم. درباره وای همین طوره. خیر بیا در خانه گپ بزنیم. در آنجا میپرسی هوا خنک. بیا بچه نگاه کن این کاری خوب رفته به تو بسیار تاثیر کردن رو سر کرده است. پیشتر خندیده میگذاشتی حالا باشد زندگیت جزیر شده است. بین از اینجا برآمده راست نزد دکتر عصب میرویم. آگاه باش. موافق نهایت میروم لیکن موافق آید هر دویتون میروید. بین حالا هم چی میگوید؟ اکا ما این را پورا از دست دادیم. تماما باید دادیم. راست برده این را به کوکتاش میخوابونم. تشکر زیاد. شما رو زحمت دادم. نوشی جانت. چیز پرسیدنی بوده دخترم. پرس کنی؟ اما که من دختری ایتکین یوزم. همین خیلی خوش آمدی. متاسفانه پدرم وفات کرد. نخود خدا صبر دیاد. تشکر امک. شما خواهش دارم با پدرم صحبتی کردهتون رو با من نقل کرده میتوانید؟ ما در بیمارخانه شناس شده بودیم. رفیق پسرم بودنش رو گفته بود. یگان صورت پسرتون هست امک؟ دیده میتوانم؟ البته هست لیکن در خانه بیارم. زحمت میشود. حاضر میارم. نه اکا من کار دارم. من میروم. با کارهای این دیوانه مشغول شدن نمیتوانم. من هم میروم. جناب انیل موافق آمد. تستر موافق نبودنش رو گپ زنید ما این دیوانه همون رو گرفته رویم. نتیجه ها موافق آمد. دو نمونه دینکا با یکدیگر موافق است. چه خیر؟ یعنی حاضر مویه که از رفت چکر گرفته بودم گفتی با موی سری طاهر موافق برامد؟ شنیدی کاکا؟ چه خیر این ناممکن است؟ اکا جون در تیپ خطا نمیشود. انا اثباتش ناممکن است. زنده بودن رفت چکر ناممکن است. این چی گفتنی گپ؟ این غیر امکان است. چیزی میگوید گوید. آقای رفت زنده است. آقای رفت زنده است.